موضوع هم در نیت‌ها موجود بود، ولی چیزهایی را مشاهده کردیم که باز اینا ضرورتر شماردیم که در بین شما بیان کنم. اول من حدیث که خوانده حضرت معاذ روایت میکنم. ترمذی در کتاب خودش با اسناد حسن و صحیح میگه ان معاذ رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الله تبارک و تعالی المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون و شهدا. بینیم برادران، روز قیامت پروردگار میگفته است هر کسی که یکدیگر را به خاطر خدا دوست داشته، شما یکدیگر را به خاطر خدا دوست می‌دارید، یکدیگر را به خاطر خدا حرمت می‌کنید. خب روز قیامت پروردگار میگفته است در منبرهای از نور میشینانم، منبرهای از نور، چنان منبری زیبای برای اینها تیار میکنیم که حتی پیغمبرها و شهیدها میگه تمنای همین منبر میکنن. پیغمبرها و شهدا طلب همین را میکردن که پروردگار ما را همین منبر بده. الان این منبری که به این بنده داده، این بنده به چی سبب یا منبره؟ به سبب یا که در دنیا برادر مسلمانش دوست میداره، به قدر برادر مسلمانش میرسه، برادر مسلمانش هیچ وقت به چشم حقارت نگاه نمیکرد، هیچ وقت آزارش نمیداد. ولی بین همین اصطلاحایی که امروز برآمده، برادران از بین شما برآمد، یکی پستاوید، یکی کیدت، یکی فلان دیگر، همه از بین شماها برآمد که یک دیگر برادرای مسلمان تانه در دست مردمی که غیر مسلمان هست تا این اندازه بیرحمی که در دست اونها میفروشه. برادری عزیز، حتی پیغمبر خدا میگه المسلم اخو المسلم. ای برادرها میگه نابسته از کدام منطقه‌ای یک درد بدبختی دیگری ما نمی محلگرایی، ما محلگرایی با داریم، تو فلانی ای از فلانی ای فلان ای دیگر ای بدبختی ما. ای برادر عزیز، حتی پیغمبر نازنین ما را میگه مسلمان برادر مسلمان، المسلم اخو المسلم لا یظلمو ولا یسلمو. میگه مسلمان را باید ظلم نکنه، مسلمان در دست غیر مسلمان تسلیم نکنه. فمن کان فی حاجت اخی، سخن پیغمبر ما برادر عزیز، سخن صحیح، ایتا یگان افسانه و یگان روایتی که در اون شبهه باشه نه. فمن کان فی حاجت اخی کان الله فی حاجته. پیغمبر میگه کسی که حاجت یک برادر مسلمان شب برآورد، خدا میگه حاجت برار تو من حاجتی تو را میبرم. و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه. پیغمبر خدا میگه کدام مؤمنی که در دنیا یک برادر در سختی میبینه، در مشکلات میبینه، از همون سختی بیرونش میکنه، خدا میگه روز قیامت سختی های قیامت از بالای سر دور میکنه. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. اگر تو عیب یک برادر مسلمان تا پوشانی، من عیب تو را در روز قیامت میپوشانم. خواهی که تو را رتبه ابرار رسد. ابرارها برادر عزیز، این الابرار لفی نعیم. قرآن میگه ما همه نوش نعمت قرآن برای ابرارها داده، برای نیکوکارها. اگر شما میگه خواهی که همون درجه را بیابید، خواهی که تو را رتبه ابرار رسد، مقصد که کس راز تو آزار رسد، خواهی که پول صراط آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلع. هیچ وقت دل یک برادر مسلمان در آزار نتیمیگه، زیرا که در برابر این برادر عزیز تو آن خواهشاتی که برای دریافت کردن راحت باشه تا از اون محروم میشه. حضرت عمر رضی الله عنه میگه 400 دینار در دست بچه‌ش داد، عبدالله داد. او بر بچه‌م به خانه ابو عبیده ابن جراح بده تا برای کمبودی‌هاش صرف کنم. عبدالله ابن عمر میگه وقتی که من گرفتم مبلغ آوردم به خانه ابو عبیده ابن جراح، دید میگه گفتین چی است؟ گفت پدرم روان کرد، گفت برای کمبودی‌های خانه، گفت یک لحظه کمی نشین. گفت خدا پدر و مادر عمر رحمت و مغفرت کنه. گفت ما از عمر راضی‌ام. در میگه نماینده‌اش روان کرد، گفت فلانی 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 رو فیراد کرد.
آمد میگه همون 400 دیناری را که برای ابو عبیده که خودش محتاج بر همون مبلغ بود، میگه در پیش عبدالله ابن عمر همش در دست هر کس 10 سوم و 20 سوم و 50 سوم تقسیم کرد و گفت تمام. نمایندش گفت تمام. گفت بگو همه اونها را که مثال دعاگوی حضرت عمر باشند. یگان تنگش میگه حتی نگرفت. وقتی میگه حضرت عمر پرسیدش گفت چی شد؟ گفت همچنان. گفت خدا رحمت نه ابو عبیده را به این ترحمی که در قلبش دارد. حضرت معاذ هم همین کرد و هم تقسیم کرد. میگه زنش دوید آمد گفت ای معاذ آخر خانه در چیزی نداریم، اهل خانه فراموش کردی. میگه 2 تنگه مانده بود برآورد در دست عایده‌اش داد. میگه اینها برادر عزیز معنای را دارد که مسلمان با مسلمان وقتی ترحم کنه در همه جا فتح ظفر می‌یابد. در همه جا برادر عزیز اگر محبت نباشه همین پراکندگی همیشه چیه یا فقط بدبختی می‌برد. یکدیگراتون دوست بدارید، یکدیگراتون حرمت کنید، به قدر یکدیگراتون برسید. خب هیچ وقت نسبت یکدیگر بدبین نباشید. گروهی قطع از گروهی اونها جدا نبود. خب زیرا که اگر چی در دنیا یگان نفع هم شود و یگان فایده هم شود، ولی برادری عزیز در عبادت و در آخرت بسیار خطری کلان دارد. اینجا موضوع دیگری که میخواهم اکنون قسماً برای شما گویم در مسئله برادر عزیز خبرگیری از اهل عیال. اهل عیال فراموش نکنید. شما همین 4 نامسلمانی که گویم تایید روسی کردگی در همین کوچه میگردن پاهای سفید همونا شما را فریفته نکنند. من از جوانای تاجیکی خودمان شنیدم که داملا ولی اگر آدم زنی روسی بگیره دیگر زنی تاجیکیش فراموش میکنه. ایرا همین تا بمزه کرده گفتیست بزاو. این مسئولیت ما، این دینداری ما، این عقیده ما برادر عزیز. این چیزا را که ما احساس میکنیم میگه گندش بچه آچش جیو نشون بده. او چی میداند که مثال آن چیزی را که ما درک داریم ولی بچه هیچی را درک نداریم. ولی تو هیچی را نمیفهمی. ولی تو کیها غلام در این شیدگی خود درک نداریم. فقط هم یک جاگه خواب تا میدانیم تمام. تاجیکای ما میگفتند مرده با کفن سفید شادی دارد لیک ای عذابی گور درک نداره. با کفن سفید شادی میکنه ولی ای عذابی گور درک نداره. آلی او را دیده با او سر سیکه و سرخی و دیگر خب میگه خدا مرا داد. نه ترا خدا زد خدا دادگی نیست. ترا خدا دادگی نگو دادر عزیز. زیرا که ترا حیبت تگیرف ننگ تگیرف. اما تاجیکا برادر عزیز بینید در تمام جا با دعوا هم داریم که ما هویت داریم، ما حسی دینی ما یک طرف حسی ملی هم داریم، ولی وقتی در یک نفری که آخر هیچی از او یکان نفع برای تو در حیاتت نمیرسه و قیامتت نمیرسه، تو در رو آمده خود بدستی خودت غلام کردن. غلام کردن یک طرف تو از اهل عیال خودت فراموش کرده. تو میدونی که اونها وقتی شما امام غزالی را پیش از آمدن خواندم میگه حقی زن به گردن مرد همیه که در 4 روز یک بار باید خانه‌داری کنه. در 4 روز باید میگه بدنش یک بار خانه‌داری کنه. این حقی زن به گردن مرد که میگه. ولی با سبب عذری که شما دارید امکانیاتاتون استفاده برین خب شما از حال اونا آگاهی پیدا کنید. با تلفن‌ها با اونا صحبت کنید. مراجعت‌های خوب کنید. با اونا صحبت‌های بسیار نرم و ملایم کنید. ولی بسیاری تاجیکای ما نشسته میگن داملا این دوشنبه رفتیم این تاجیکستان را دیدیم همه خواهرای افلاس شدن، این دخترکا همه به سطر به حیا شدن. اگر تو غمخوار باشی برای نکاح کده بگی تو قدر کمفورتی که برای زن اینجا تو تیار میکنی 20% زنی را برای زن تاجیک پا تا بوسه میکنه با تو بسه تیره سهر به کلبسه بمان کار میکنه یک سهر برادر تو ای زن تاجیکی ما بیچاره به همون دانه و به همون آب و به هم چیزی باشه تا مرده شد طاقت میکنن. 1 سال 2 سال خبرشو نمیگیرن. ارو انصاف بگیم ما خواهرای من یکی اگر چی خواهرای مثال بگیم نسبی هم نباشد
ولی من همچنان را خواهر میدونم همشه. با ما گپ میزنن، گریه میکنن که مثال 2 سال 3 سال 4 سال من لم یرحم لا یرحم. پیغمبر کسی رحم نداره خدا با او رحم نمیکنه. شما از این برکت هم نمیابید. 1 سال 2 سال نمیه در یکان قانون شریعت نیامده که وقتی من زن بگیرم پدر و مادر من خدمتگار باشد. او خدمتگار در حق و شوهر باشد. بازم یعنی که ما تربیت میکنیم خواهر عزیز دعای خوشامد تا بگی، دعای خسر تا بگی، دعای اولادای مثال شوهر تا بگی. اونها خاپل کده اگر گوییم هر وری 1 سال 2 سال در خانه تو خدمت دارن. پدر و مادر تو خدمت میکنن. خواهر دادر تو لبای میگن. بازم یعنی تا از همین جا سیاست به بعضی ها تو اندازه نامردی که از همین جا طلاقشان میکنیم. بعدا چی شده سبب؟ یک قطعی دادرم جمع کرد، یک قطعی خواهرم جمع کرد. بزنه و دادر خواهر تو تماما به عقل به فراست باشن. بعدا شما پشیمان شده که حالی ممکن اینجا هست برادرایی که با ما صحبت کردن میگه بله داملا حق میگوید. همون دادر من حقیقتا مثال بدبخته یا خواهر من همچنانه. ولی برادر این کار در حق زنها کن نکنید. هیچ وقت این لبدنک علیک حق ولی زوجک علیک حق. همین بدن هم بالای ما حق دارد، زنها هم بالای ما حق دارد. پیامبر میگه روز قیامت من از پشت تو کسم اللهم اینی احرج حق ضعیفین. همین چیزی من میگم اینجا علی علم است. اگر هر کدامش برای بسنجید اگر یک تا کتاب بیرون باشه بگو حاجی میرزا 100 نامحصول کرده که یک تا کتاب بیرون باشه. اللهم اینی احرج حق ضعیفین الیتیم والمرأة. پیامبر میگه روز قیامت من پشت 2 نفر. یکی کسی که حق یتیما را خورده، کسی حق زنکا را پایمال کرده، من از پشت اینا در پیش خدا شکایت میکنم که بگذار اینها در پیش یتیم و در پیش زن. گفتی امروز ها نخلی نیستن بیزارا و تولا کنن که حقیقتا من در حق تو در دنیا ظلم کردم. این هم دادرهای جو فراموش که پدر و مادراتون را فراموش کنید. در حق الله دعاگو باشید. از من نصیحت اختیار دارید بسیار برادری است شاید مرا قبول هم ندارد ولی که من از برای خدا میگم هیچ وقت از همین مردم زن نگیرید. بگیرید از خواهر دخترای تاجیکی خود ما، از خواهرای خود ما بگیرید در همه مشکلات